دوم، وقتی پیامبرمان برادران عزیز و گرامی از فتح خیبر بیرون شدن، پیروز شدن در فتح خیبر و آمدن در یک جایک برای استراحت قرار گرفتن. نفر برادر از به نام زینب بنت حارث، این زن که زن سلام ابن مشکم بود، میگه یک گوسفندی را تا آمدن پیامبر میگه ذبح کرد و او را زهرآلود کرد. حتی میگه اطراف پیامبر را پرسید که پیامبرمان کدام موضع گوسفند بیشتر دوست می‌دارد؟ گفتن حضرت بیشتر دست گوسفند دوست می‌دارد. همون دست با بیشتر زهرآلود کرد. وقتی که گوسفند پخته شد، گوسفند آوردن، پیامبرمان به خوردن شروع کرد و حضرت وقتی یک ناله را گرفتن در دهانشان گذاشتن. زمانی که در دهانش گذاشت، حضرت چی گفت؟ گفت این هذا العظم لا یخبرونی انه مسموم. گفت مردم باز بسین، گفت نخرین. گفت زیرا گفت همین گوشتی که در دهان من هست مرا خبر داده است که ای محمد نخور که من زهرآلودم. این معجزه پیامبر ما بود که گوشت خودش با پیامبر آگاه کرد که حضرت مرا فرو نبر که من زهرآلودم. حضرت میگه از دهنش گرفتن بیرون پرتافتن. بعدن میگه زینب فریاد کردن، دختر حارثه، زن سلام ابن مشکمه. گفتن چرا این کار را کردی؟ میگه زینب گفت که من این کار را برای سنجش کردم. اگر گفتم تو پادشاه باشی، ما مقصد از پادشاهی تو خلاص میشیم، یعنی تو کشته میشه. لیکن اگر پیامبر باشی، الحال مقصد آگاهی پیدا میکنی که یعنی این گوشت زهرآلود است. اکنون من فهمیدم که یعنی تو پیغمبر هستی. از بس که برادر عزیز در اینجا نفر به نام بشر ابن برا از این گوشت کم خورد، زهرآلود که بود، از این گوشت که کشته شد، یعنی مرد گوییم بعد خوردن این گوشت، پیامبر در عوض قتل این بشر ابن برا رضی الله عنه حکم کرد که زینب کشته شود. و الا اگر نفر نمیمرد، پیامبرمان امر به کشتنش نمیکردند. یعنی این هم یکی از معجزه های بود برادرای عزیز از پیامبرمان که گوشت خبر داد که من زهرآلودم. معجزه سیوم میگه حضرت انس میگه رضی الله عنه میگه که خب پیامبرمون میگه با همراهی حضرت بلال در جنت البقیع بودن، در بگیم قبرستانی که در قریبی روضه پیامبرمون هست که حضرت بیشتری وقت میرفت در حق جمیع آن نفرهایی که اونجا گورانده شده بودن حضرت دعا میکرد. میگه وقتی که با همراهی بلال قبرستان رفتن، میگه پیامبرمون به طرف بلال گفت داد و فریادم میشنوی؟ گفت نه نمیشنوم. گفت از داخل قبرها داد و فریاد آمده است، از داخل قبرها صداهای بلند آمده استند. میگم بلال گفت این چی صداها هستند؟ گفت اونها را در قبر عذاب داده استند. اینها نفرهای انگو که در دنیا مادام مبتلای معصیت شدند، گناه شدند، الله مهربان اینها را گو عذاب داده است. دیگر معجزه پیامبرمون همین بود که
برادرای عزیز وای داخل قبر همه دید، داخل قبر همه دید که در داخل قبر مقصد کی خوابیده است و او را برای چه عذاب میتیان. حضرت راحت و عذاب داخل قبر میدید. از این لحاظ با بلال گفت که اهل قبرستان گفت عذاب دادستند، صدا و آوازشان گفت به نهایت بلند گفت برآمده ایستاده است. اینم از معجزه های برادر عزیز پیامبر نازنین ما بودن. ولی من در این باره گپ زدم که پیامبر از داخل قبر آگاهی داشتن. یک حدیث در اینجا از حدیث امام بخاری و امام مسلم در ذهنم آمد، من گفتم موضوع گفتنش است برای شما گویم. راوی حدیث حضرت عبدالله ابن عباس است. ببینید پیامبر نازنین چی میگد؟ میگد که خب حضرت عبدالله ابن عباس میگد که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بقبرین و پیش دو قبر گذشت میگه حضرت. فقال انهما يعذبان و ما يعذبان فی کبیر بلا انه کبیر. میگه پیامبر من گفت که این دو نفر در درون قبر گفت عذاب داده شده ایستادن. ببینید این دو نفر گفت الله در درون قبر عذاب دادستند. انا اما احدهما کان یمشی بالنمیمه و اما الاخر فکان لا یستطیر من بوله. گفت این دو نفر گفت دو گناه داشتن که گناهاشون گمان میکردن که گناهی نه چندان کلانی است، ولی پیامبر گفت این گناه های کلانی هست که به سبب این شما در قبر عذاب داده میشین. بعد پیامبر ما گفت این یکیش گفت در دنیا سخنچین بود. ببینید یکیش برادر عزیز در دنیا سخنچین بود، سخنبر بود. و دویمش گفت نفری بود که در پاک کردن بولش به اهمیت بود. برادرای عزیز و خواهران مادر عزیز، از این دو گناهی که دو نفر در قبر عذاب داده می شدند، یکی ببین سخنچین یا سخنبر، دیگری از پیشاب خودش احتیاط نمیکرد. مقصد پیشاب میکرد در حال مقصد همون بروکش میپوشید، دیگر خودش نمیتکید، خودش مقصد تازه نمیکرد یا خودش خشک نمیکرد و بعدا یگان از همون پیشابش در همون پوشیدهش چیزی باشد وقتی میچکید به سبب همون گفت عذاب این بنده گفت از همون حسابه. ولی ما حدیث های دیگر داریم که اکثر عذاب قبر از حساب پیشاب کردنه، از حساب پیشابی که در لباساتون میچکه. در اینجا حدیث های من آوردم از حدیث بخاری و مسلم داریم. حضرت حذیفه روایت میکند، میگه لا یدخل الجنه نمام. پیامبر گفتن کسی اگر همین عادت سخنچینی و سخنبری دارد اینها داخل جنت نمیشوند. حدیث دیگه داریم حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند، لیکن امام مسلم در صحیح خودش میارد. میگه الا انبئکم مل ازهو، آیا بگم تون که گزیدن چی است؟ هی النمیمه القالت بین الناس، گو میدانین این سخن بردن است و بین دو نفر جنگ انداختن است. حضرت عبدالله بن مسعود از نام پیامبر ما گفت که گزیدن گفت این نیست که تو دندان تا در چیز ایمانی و بگزی. گزیدن این است که سخن یک نفر بر پیش یک نفر میبری تا در بین این دو نفر وقتی جنگ می شود، جنجال می شود، این چی می شود؟ بعد گفت این گزیدن می شود. انهی را گفت گزیدن میگن. شیخ سعدی میگو در برابر چو گوسفند سلیم، همین آدمی که سخن برای
میگو در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا چون گرگ مردم خوار. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بگمان عیب تو پیش دیگران خواهد و برد. قاعده میگه سخنچی نمیه که در پیشکت رنگ گوسفند موری ملایمه تینجای خپای هیچی نمیگه، لیکن همون سخنها و همون لازمه چیزی در کارش هم اکش از تو جمع میکنه، برده در پیش همون نفری که تو چیزی گفتی پیش او میرسانه، با وی چیزی که گفت از او میگیره با دیگرها میبره. این را میگه عادتش همینه. یک قصه به یادم اومد. میگه یک نفر وقتش در بازاری غلام فروشی بود، یعنی میرفتی از بازار یک نفر همچون غلام میخردی، خواه زن بود خواه مرد. میگه یک نفر رفت در بازار، دید که یک غلامی بسیار بسیار مقصد از روی صورت بسیار معقول بسیار زیبا. بعدن میگه گفت من میرم میخرم. صاحبش گفت این گفت بسیار صورت زیبا دارد و بسیار گفت مقصد انا زیبا صورت است، بین قد و قامتش هم زیبا است، لیکن یک عادتی بد داره. گفت بسیار همین سخن یک کس پیش یک کس میبرد. این مرد گفت میلش گفت آخی من چیکار دارم که سخن کی را میبرد؟ این گفت در خانه مشغول کاره، گفت ما این را نمیمانیم مقصد به این کسب شه یا به این کار شه مشغول شود. خلاص غلام خرید آورد به خانه. وقتی به خانه را آوردش یک چند روز در خانه همین مردک خدمت کرد و بعد زن همین مردک گفت که میدانی که مردک نیتی زنگیری داره؟ گفت نه نمیدانم. گفت نیتی زن گرفتن داره. اگر خواهی من علم جادو دارم، من یک کارش میکنم که از همین اراده و از همین نیتش پس میگردانم. دیگر این زنه که خاندار گفت بسیار خوب میشوه، خیلی همین کار بکن. گفت برای این کار یک کار دیگر در کار. گفت چی کار؟ گفت از همون ریشی گفت شوهرت یک چند دانه برای من در کاره. ای گفت میلش من همین شب گفت این کار بود میکنم. همین زمان پیش شوهر این زن رفت و گفت که میدانی که گفتی زنی تو گفت مقصدش نابود کردن تای تو نابود میکنه، تمام سلطنت دولت و شرایط میگیره. گفت یک جا فهمیدی؟ گفت الحال ما همراهش بودیم، امشب گفت در دستش گفت کاردی را میگیره یا قیچی را میگیرد، میآید تو را برای نابود کردن. خودت به خواب بداز. گفت بعد میبینی. مردک همچنان هم کرد. میگه چه به خواب داخت؟ اکو زن باید بیاد یک چند دانه تاری موی همین ریش همین را گیرد. وقتی که با همو قیچیش نزدیک شد، این مردک میگه در حال چشمش کشاد و آنچه که همو غلام سخنچین گفته بود همش اثبات خودش یافت. در حال با همو کاردی آوردگیش میگه زد، میگه زنش نابود کرد. این زمان بود میگه که قبیله زن آمد این مردک نابود کردن. یعنی شد یک جنجال کلان. قبیله این مردک با قبیله این زن زدن. از پشت یک آدم بینیم برادر عزیز که چقدر شومی چقدر وزنینی ها مقصد بر سر می آید. برای همین است که میگن یعنی سخنچین داخل جنت نمی شود. پس برادر عزیز اینجا در مقصدی من چی بود؟ سیوم معجزه پیامبر ما همین بود که وقتی که در قبرستان حضرت می شنیدن صدای عذاب داخل قبر را. 4 ناله کنده خرما. در مسجدی که پیامبر ما برادران عزیز
برای مردم خطبه میخوان. بالا یک کنده خرما ده بود. می برآمد بالای همون ده و برای مردم موعظه میکرد. وقتی که نفر از چوب برای پیامبر یک جای نشستی زیبا کرد، بعد حضرت گفت اینا مرحمت گفت بالای این ده گفت به حضور حضرت بشینین صحبت کنین. وقتی میگه پیامبر ما بالای همون منبر ده برآمدن نشستن که کنده خرما میگه در گریه کردن در آمد. برادر عزیز، ایرم حضرت مولانا با مصرع‌های شعری در آورده است. استونی حنانه از هجری رسول، ناله میزد همچو ارباب عقول. گفت پیغمبر چی خواهی ای ستون؟ گفت جانم گفت جانم از فراقت گشت خون. مسندی من بودی از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. گفت میخواهی تو را نخل کنند، شرقی و غربی زیتون میوه چینند. یا در آن عالم تو را سروی کند، تا تر و تازه بمانی تا ابد. برادران عزیز، میگه وقتی ستون در گریه آمد، ستون ناله کرد رنگ کودک، حضرت میگه از بالای منبر پایان آمد و دستش در بالای همین کنده گذاشت. گو خاموش باش. برادرها، صاحب کتاب میگه که اگر پیامبر دستش در بالای کنده نمیگذاشت و نمیگفت که خاموش باش، تا روز قیامت همین کنده از فراق پیغمبر، از جدا شدن پیغمبر که پای مبارک در بالای من بود تو برای خودت منبر ساختی، تا روز قیامت گریه میکرد. این دیگر معجزه پیغمبر بود. حضرت جلال الدین رومی میگه رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. بین میگه یک چوب پیامبر شناخت و ابو جهل آدم بود نشناختش. این دیگرش بود. پنجم معجزش پیامبر مونه میگه بالای کوی احد بود. همین زمان بود میگه که زمین جنبید. حضرت همراه ابوبکر بود، حضرت عمر بود، حضرت عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. میگه وقتی زمین جنبید گفت اوس بود یا احد؟ ای کوی احد آرام باش گفت. ساکت شو گفت. زیرا در بالای تو یک پیغمبر و یک صدیق و 2 شهید ایستادگیه. این از معجزه ها بود. بین نبی خودش بود، صدیق ابوبکر بود، 2 شهید این عمر بود و عثمان بود که علاکه شهادت چانه پیشتر پیامبر علاکه به گوشان رسانید. معجزه دیگر برادر عزیز، ششم معجزش این همان معراجه که حضرت در یک شب که در سوره اسراء ما و شما میخونیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. در یک شب برادر عزیز تصور کنید که از مکه به بیت المقدس، ای بیت المقدس مقصد به آن جایی که الله مهربان بود که آنجا را بجز الله هیچ کس نمیداند، زیرا الله ما منزه از مکان است و بالا رفتن پیامبرمان این از مقام و مرتبه الله است. و در یک شب بین چندین آسمان ها را میگذرد، چندین پیامبرها قطعی ملاقات میکند، سیر جنت میکند، سیر دوزخ میکند، بعدا بر میگردد میآید تا حال جاگه خوابش همون خیلی گرم ایستادگی است.
این دیگر معجزه پیامبرمون بود. ششم معجزش بود. هفتم معجزش برادران عزیز میگه وقتی پیامبرمون هجرت کردن، در وقتی هجرت کردنش برادران عزیز در غار ثور وقتی داخل شد با ابوبکر صدیق، یک پادبان میگه در آمدن پیامبرمون با همراه ابوبکر صدیق دید. وقتی که در اونجا اعلان کردن که کسی محمد را دیده باشد ما برای او مکافات پولی میتیم، زیرا که از پشت او تمام مشرکا آمده بودند تا او را یابند و او را جزاش تیند. پادبان میگه در حال به مکه آمد، در همون شتابی که بگیم همش جمع شدگی بودن، منتظر بودن، زیرا آدما را در هر طرف پرتافته بودن کی محمد را میارن. وقتی این پادبان خواست که در آمده و از جای پنهان شدگی پیامبر گپ زند، زمان می درآید دیگه زبانش گنگ می شود، چیزی گفتن نمیتواند. وقتی به او میپرسنش چی میخوای بگوی، اینقدر مقصد اشاره میکند که زبان کشاده نمیشود. وقتی بیرون میبرد پیش مالاش میاد با زبانش کشاده میشود. اینم از معجزه های پیامبرمون بود. معجزه دیگرش برادر عزیز وقتی همون غار در آمد، شما از قصه ها آگاهی دارین که در حال بالای او غار تارتنک تارهاش کشید، کبوتر تخمهاش گذاشت و بالای او خواب کرد. هر نفری که میدید عقل آدم نمیگیرد که چه خیل اینها در اینجا در آمدن زمانی که یگان تارتنک کنده نشده است یا کبوتر بالای تخمش نشستگی است. اینم از معجزه‌های پیامبرمان بود.